انسانایی که نمیتونن، مثلا بعضی انسانا کار میکنن، تاکسی هستن یا کار مشکل دارن مثلا در شهرهای کلان، اونا میتونن مثلا وقتی که نماز جماعت با خفتن با جماعت خوندن، بام دادن با جماعت خوندن، ان شاء الله ثواب همین نماز شب رو خواهند گرفت. مسجد جایی است که انسان از غیبت دور است، از کارهای دنیوی دور است، از نگاه به نامحرم دور است، چون که اینجا زنها نیستن. بنابراین مسجد جای بهترین است برای اینکه انسان تواند روزی خودش رو عملی کنه. توصیه دیگر برادران، این ماه صدقه هست. بسم الله و الصلاه و السلام علی رسول الله. بیننده عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگام ورودی یا که قدوم ماه رمضان اصحاب خود را مژده می‌دادند و آنها را یادآوری می‌کردند. برای همین مسلمان باید که هنگام قدوم ماه رمضان به نیت خود اعتبار جدی دهد. در بعضی روایت‌های ضعیف آمده است که نیت مؤمن بهتر از عمل مؤمن است، زیرا انسان عمل را نیت می‌کند و به سبب‌های معین آن را نمی‌تواند به جا بیاورد. برای همین شریعت میگوید که صاحب شریعت محمد صلی الله علیه و آله میگن که اذا مرض العبد او سافر كان له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. ببینید تا چه درجه نیت به انسان وابستگی دارد و به انسان تاثیر می‌رساند که اگر انسان یک کاری رو که در هنگام صحیح بودن، در هنگام سالم بودن، در هنگام مقیم بودن میکرد، لکن به سبب اینکه مریض شد، بیمار شد یا اینکه مسافر شد، اون عمل رو کردن نمیتواند، به سبب نیتش اون عملی که در حال مقیم بودنش میکرد برای در حال مسافر بودنش، اون عملی که در حال صحیح بودنش میکرد و سالم بودنش میکرد، هنگام مریض بوده به سبب مریضی اون عمل رو نکردنش برای اون نوشته میشود. بنابراین نیت یک چیزی مهمی است. هنگام قدوم رمضان ما باید که نیت کنیم که این شهر را روزه میگیریم. ویژگی این امت است که باز برای نیتش پاداش میشود. چه خیلی که در حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که من هم بحسنه فلم یعملها کتبت له حسنه. یعنی هر انسانی که نیت نیک کند، یک کار نیک کردن نیت کند، لیکن به سبب از اسباب کردن نتونست، یکون مشکلی پیش اومد یا نتونست، در این حالت میگن برای حسنه و نیکی نوشته میشود. یعنی این ویژگی امت محمد صلی الله علیه و سلم است. اولین عملی که در این ماه ما میکنیم این عمل روزه است. خیلی که الله تعالی میگه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. یعنی کسی که از شما در همین ماه بود، همین ماه مثلا پیشواز گرفت، برای او واجب است که روزه دارد، برای واجب است که صوم گیرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث از الله تعالی در حدیث قدسی میگن که کل عمل ابن آدم له الا الصيام. یعنی الله تعالی میگه که تمام عملی بنده برای خودش است مگر روزه، که فانه لی، یقینا و عمل برای من است، روزش برای من است، و انا اجزی به، و من برای پاداش میدم. یعنی یگانه عبادتی که الله تعالی میگه که پاداش شما خودم میدم، یعنی که یک عملی است که فقط برای من ادا کرده میشود، بنابراین پاداشش خیلی پاداشی زیاد است و چخیلی که در دیگر حدیث میاد پاداش الله تعالی میگه که آخر ندارد، نهایت ندارد. دوم مسئله قیام اللیل است. یعنی ویژگی ماه رمضان قیام اللیل است. من رمضان که گفتم ما حتما تراویح یادم میاد، در مسجد رفتن و جماعت ها. بنابراین باید در این مسئله آدم باید جدی باشد. خیلی که در حدیث اومده است پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی که کسی که همیشه ماهای رمضان شباش برپا دارد با عبادت، با نماز شب، یعنی تراویح هم همین جزئی از نماز شب است، اگر کسی که همیشه برپا داشت، برای پیامبر صلی الله علیه و آله مغفرت الله تعالی را وعده میکنند. و کسی که شب قدر را برپا داشت، برای او یعنی که وعده مغفرت است. ببینید در شرح حدیث علما گفتن که به سبب همین تراویح به جا آوردن است و شب قدر را برپا داشتنش گناهانش بخشیده میشود. چون که در لفظ گفت من قام رمضان، در لفظ گفت من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا، بنابراین گناهش بخشیده میشود. الله تعالی یعنی که چون ذات مهربان است که ببینید بعضی حالات میشه بنده بیمار میشه، بعضی حالات میشه انسان خسته هست، خصوصا در این انسانی که در شهرهای کلان کار میکنن، شهرهای بزرگ. حدیث میگه که من صلى العشاء فی جماعت فكأنما قام نصف اللیل. کسی که نماز خفتن با جماعت خواند گویا که نیم شب زنده داری کرده باشد. و من صلى الصبح فی جماعت فكأنما قام اللیل كله. کسی که اگر نماز بامداد با جماعت خواند گویا که این انسان نماز شب رو برپا داشته باشد. یعنی که انسانایی که نمیتونن، مثلا بعضی انسانا کار میکنن، تاکسی هستن یا کار مشکل دارن مثلا در شهرهای کلان،
اونا میتونن مثلا وقتی که نماز جماعت با خفتن با جماعت خوندن، بامدادن با جماعت خوندن، انشالله ثواب همین نماز شب رو خواهند گرفت. یعنی عادی‌ترین کاری که انسان میتونه کنه این چی؟ اشتراک در نماز جماعت، در نماز خفتن و نماز بامداد. البته دیگر نمازا رو نباید که کمبودی کرد، لیکن این چیز یعنی که شما رو قیام اللیل شما رو جبران بکند، خصوصا برای انسانایی که چی گفتیم سرکار هستند. سوم قرائت قرآن است. این عبادت مخصوص در این ماه است. میدونیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو حضرت جبریل علیه السلام می اومدن با پیامبر قرآن رو مدارسه میکردن در ماه رمضان. هر رمضان یک بار با پیامبر مدارسه میکردند و سالی که پیامبر علیه السلام وفات کردند جبریل علیه السلام اومدن و 2 بار با پیامبر قرآن رو مدارسه کردند. یعنی از این معلوم میشد که انسان اقلا باید یک بار ختم کند. انسانی که خوانده میتوند با خواندن قرآن، انسانی که خوانده نمیتوند، بسیارتر مردم ما شاید از چیز خواندن عربی بی‌خبر هستند یا که خوانده نمیتونن، برای اونها توصیه میشود که مثلا نوارای خیلی زیاد از در یوتیوب هم نوار از در ام پی 3 ها در هر کجا میتونه که هر روز مثلا یک پاره قرآن یا 2 پاره یا 3 پاره، این دیگر از همت شما وابستگی دارد. اقلا یک ختم در رمضان باید باشد، چون که رمضان ماهی قرآن است. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ماهی است که ماهی قرآن نازل شد. یعنی ما این ماه را با خواندن قرآن بزرگ می‌داریم، چون که ماه قرآن است. بزرگ داشتش هم قرآنش تکرار به تکرار خواندن است و البته عمل کردن به قرآن خیلی ضرور است. یعنی نه تنها خواندن بلکه قرآن را در حیات خود عملی کردن. چه خیلی که مادر ما عایشه وقت پیامبر دربارشون پرسیدن که پیامبر چه خیلی انسان بودن، گفتن که قرآن را عملا تطبیق میکنه. کان یتأول القرآن، قرآن را در حیات خود به جا آوردن و اون را عملی میکنن، هر آیتی که برای پیامبر صلی الله علیه و آله نازل میشه. چهارم چیز این لزوم مسجد است. یعنی در مسجد خود را حبس کردن است. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که ما خودمان و هنگام رمضان در مسجد حبس میکردیم، مسجد برای خود لازم میگرفتیم، در اونجا می نشستیم تا اینکه مسجد جایی است که انسان از غیبت دور است، از کارهای دنیوی دور است، از نگاهی به نامحرم دور است، چون که زنها نیستند. بنابراین مسجد جای بهترین است برای اینکه انسان تواند روزه خودش را عملی کند. چون که روزه نه تنها از خوردن و نوشیدن و از شهوت‌های خود را باز داشتن است، بلکه روزه این نگاه داشتن چشم و گوش و زبان و دیگر عضوهای بدن است. توصیه دیگر برادران، این ماه صدقه هست. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو وقتی اصحاب وصف میکنن میگن که کان اجود الناس، پیامبر میگه دستگشادترین مردم، سخیترین مردم، کریمترین مردم بود. و کان اجود ما یکون فی شهر رمضان، و دستگشادتر و سخیتری پیامبر در ماه رمضان با بسیارتر واضح میشد، بسیارتر آشکار میشد. بنابراین این ماه باید که انسان باید صدقه، چه صدقه نفلی باشد چه صدقه زکات فرضی باشد. یعنی در این ماه خیلی الحمدلله که مردم مسلمان عادتا زکات خود را در همین ماه میبرند، چون که هم حساب شرعی هست، هم ماه‌های شرعی رو رعایت میکنن، هم میخوان که در ماه رمضان عملشون بسیار شد، بغیر از روزه و بغیر از نماز و بغیر از قیام اللیل و تراویح و دیگر، میخوان که هم ثواب زکاتشون کسب کنن. غیر از این باید که صدقه های نفلی رو نیز فراموش نکرد. مثلا یکی از صدقه های نفلی برادر این است که افطار دادن برای انسان ها، چه انسان سیر باشه چه گشنه، چه ثروتمند باشه چه فقیر. پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که من فطر صائما کان له مثل اجره. یعنی اگر انسان یک انسانی روزدار رو افطار دهد، مثل اجر و ثواب همون انسان این آدم اجر کسب میکنه، بدون اون که از اجر اون انسان روزدار چیزی کم شود. دیگر توصیه که برادر آخرون توصیه که میدیم، البته توصیه زیاد است لیکن در این نوار مختصر این است که نگاه داشتن زبان. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میگن که من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه و شرابه. کسی که گپای تهمت و افترا و زور و دروغ یعنی که عمل کردن با اون را اگر ول نکند، از اون دست نکشد، الله تعالی حاجت ندارد که حاجت به گشنه و تشنگی این انسان ندارد. یعنی فلسفه روزه، معنای روزه این نگاه داشتنی اصلا روح است، نگاه داشتنی چشم است، نگاه داشتنی گوش است، نگاه داشتنی زبان است. نه تنها یعنی که شکم و نه تنها شهوت خود را نگاه داشتن، بلکه نگاه داشتن از هر گناهی که از این عضوهای بدن صادر می شود است. در حدیث دیگه پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خاطر زبان نگاه داشتن گفتن که اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب. اگر مثلا روزی شما باشد، یعنی که شما که روزه دار باشید،
در این حالت سخن قبیح نگوید، داد و فریاد نکنه. علما در تفسیر یسخب گفتن که یسخب یعنی که داد و فریاد زدن است. هنگامی که دو کس جنگ بکنن، دو کش و کش میکنن، خب تو با حدیث میگه که فإن سابه احد او قاتله، اگر رو یک کسی دشنام داد، یا مقاتله یعنی که کش و کشی کردن، از گریبان گرفتن و بزدن، نزدیک شدن است. فلیقل انی امرؤ صائم، گوید که من مردی روزدار هستم. من روزدار هستم یعنی که من روزدار هستم. روزه مرا چی میکند؟ دست و پایم رو میبندد از اون که مثل تو رفتار کنم، مثل تو داد گویم یا دشنام دهم یا زنوزنی کنم. یعنی روزه انسان از این کارها باز می‌دارد. ان شاء الله در رمضان باز حلقه‌های دیگر خواهد. دوستان عزیز، ان شاء الله باز در بعضی مسائل با تفصیل تر صحبت می‌کنیم. در مثلا برداشت‌های روحانی از این ماه ان شاء الله حلقه‌های خواهد بود. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.